بعضی وقتا در فیلم های ساینس فیکشن فیلم رو درست میکنن که اگه واقعیت داشته باشن واقعا هم خیلی خطرناک میشن، خیلی ترساور میشن. داشتم فیلمی رو تماشا میکردم که درش قهرمان داستان میتونست اون چه رو که در فکر دیگران میگذشت ببینه. اینکه کسی قادر باشه که کنار من بشینه و هر اون چه رو که از فکر من میگذره ازش باخبر باشه، واقعا هم که وجود منو از ترس پر میکنه. اگه اینطور باشه و اگه تکنولوژی اونقدر جلو بره که یک چنین قابلیتی رو به انسان بده، عزیزان فکر نمی کنم کسی از ما بخواد و حتی بتونه از منزل انزوا گزیده خودش خارج بشه. ما با جرأت و شهامت با سری بالا در کوچه و خیابونا راه میریم واسه اینه که کسی از اون چه که در فکر ما و قلب ما میگذره خبر نداره. در ظاهر همه انسان ها آدمای محترمی هستیم، لیکن اگر واقعیت درونی ما در اکرانهای تلویزیون ها یهویی منعکس بشه، نمیدونم چند درصد از این شخصیت های ساختگی ما کماکان بر جای خودش محکم باقی میمونه. اینکه چقدر محترم هستیم، چقدر با شخصیت هستیم، چقدر اصیل و اخلاقی هستیم، زمانی خودش رو نشون میده که دست به مقایسه میزنیم و مسلمه که در این مواقع میایم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. ولی برای اینکه در وجود خودمون تسکین پیدا کنیم که آدمای خوبی هستیم، میدونید چی کار میکنیم؟ دائم خودمون رو با کسایی مقایسه میکنیم که انسان درونی اونها بیش از ما در معرض افشا بوده. ما اینجور مواقع به این گونه افراد فخر میفروشیم و نسبت به اونها در خودمون احساس برتری میکنیم. چرا؟ برای اینکه دنیای درونی اونها آشکاره و مال ما کماکان مخفی باقی مونده. فرق ما با اونها همینه، گناهان اونها آشکاره ولی گناهان ما هنوز مخفیه. پس پیش از این که به خاطر این تفاوت بخوایم دست به قضاوت بزنیم، بهتره این حرف کلام خدا رو به یاد بیاریم که هیچ گناهی نیست که آشکار نشه. ولی حقیقت بزرگ دیگه ای هم هستش که چه باور بکنید و چه باور نکنید فرقی در اصل قضیه نمیکنه و اون حقیقت این هستش که خدا از آنچه که در درون ما میگذره آگاهه. بله، او خدای آبروبر نیست، ولی در عین حال بدونید که گناه رو بی سزا رها نمیکنه. نمیدونم آیا شما هم فیلم رسوایی شماره 1 رو دیدید یا نه؟ کارگردان این فیلم آقای مسعود دهنمکی الهام گرفته از فصل 8 انجیل یوحنا این مطلب رو در سکانس آخر این فیلم چقدر قشنگ به تصویر میکشه. در اینجا ما زنی رو داریم که متاسفانه گناهاش آشکاره و قشری رو هم داریم که دورش رو گرفتند، ولی تنها تفاوت این قشر با اون زن در اینه که گناهاشون مخفیه. در طول فیلم این زن با بدبختی‌های خود سر به گریبانه، کاری به کار کسی نداره، لیکن قشری که گناهاشون مخفی هستش تنها کاری که ندارند با گناه‌های مخفی خودشونه. گناه مخفی یکی از خطرناکترین بلایی که به سر آدم عزیزان میاره اینه که او رو جریش میکنه که کماکان در گناه ادامه بده و او رو چنان اغواش میکنه که انگاری هرگز مچش باز نمیشه و به این شکل هستش که انسان بالاخره از جایی سر در میاره که اصلا فکرش رو نمیکرده. ما چی؟ ماها در بین کدوم یکی از این قشرها هستیم؟ اونها که گناهاشون از اونجا که مخفی هستش به خودشون جرأت میدن که دیگران رو با قضاوت‌های خودشون سنگ بارون کنند،
یا اینکه در میان قشری که میدونند جز به رحمت طریق دیگه ای واسشون نیست؟ کدوم یکی؟